بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این جلسه رسیدیم به داستانی دیگر، به عبارتی سیمای دیگر از یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم. البته این شخصیت برای همه من شما شناخته شده است، بانوی بزرگواری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بزرگ کرد، به عبارتی در بادیه پرورش داد. برای این شخصیت حلیمه سعدیه هست که همه ما با اسم ایشون آشنایی داریم. داستان از اونجا شروع میشه اگه بخوایم در مورد سیمای ایشون صحبت کنیم و نقش ایشون در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون اینه که در عرب یک رسمی وجود داشت در بین قبایل عرب، در بین شخصیت ها و خانواده هایی که بالاخره در شهر زندگی میکردن، دارای فرهنگ و ریشه و بالاخره اصالت بودن. این بود که وقتی فرزندی از اینها به دنیا می اومد دنبال کسی میگشتن که دایه اون باشه و اون رو شیر بده و سعی میکردن در بادیه ها در اطراف اون شهرشون کسی رو پیدا کنن که دارای لهجه بهتری باشه، قبیلش اصالت بهتری داشته باشه تا فرزندشون به خوبی بتونه یک سری اصول و فنون ادبیات و گفتگو و فهم و لغت و مسائل اجتماعی و زندگی در صحرا رو یاد بگیره. و خب این مشهور بود و این بود که بزرگان عرب این کار رو انجام میدادن، به ویژه در مکه. خب معمولا این دو مدت حضانت مادر رو میدادن اینجا برای یک دایه، 2 سال میفرستادن در صحرا تا اون بچه در صحرا بزرگ بشه، زبانش در همونجا رشد پیدا کنه، شکل بگیره، استحکامات استخوانی، سازگاری و محیط اجتماع و امثال اینها. و خب در بادیه نگاه میکردن اونهایی که بدو بودن اصطلاحاً، یعنی با زندگی شهری کمتر آشنایی داشتن و اون اصالت ها و ریشه های زبانی و فرهنگی در اونها وجود داشت. خب طبیعت این گونه بود که هر کسی سعی میکرد بهترین ها رو برای فرزند خودش انتخاب بکنه که اون دایه رو میدونست که نقش خیلی خاصی در اخلاق و تربیت و گفتار و بیان و مسائل شخصیتی اون فرد داره. طبیعتاً زنهایی هم که تو بادیه بودن بالاخره می اومدن به شهر، اون هم دنبال این بودن که بتونن فرزندانی رو بگیرن به سرپرستی دایهشون بشن که هم مشکل مالیشون به نمونه حل بشه، چون خانواده ها اینا رو تحت پوشش قرار میدادن، بهشون کمک مالی میکردن و امثال این موارد، و همین که خودشون هم دیگه عادت کرده بودن به یک فرهنگ برای این کار بود. و عملا میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در قبیله بنی سعد بزرگ شده، رشد پیدا کرده و خود ایشون هم میگفت که من از همه شما در زبان عربی اعربتر هستم، قویتر هستم، چرا که من قریشی ام و از طرفی من در قبیله بنی سعد شیر داده شدم. استرزعت فی بنی سعد، یعنی من شیر خوردم در قبیله کی؟ در قبیله بنی سعد. و این روایتی که سیره ابن یعنی حلبی آورده و وقتی پیامبر میگه اعربکم یعنی افصحکم عربی‌اند، یعنی از همتون بهتر صحبت میکنم، فصیح‌تر و روشن‌تر. و این خب معنیه که معمولا در اون لغت عرب بهش اشاره میشه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یه روز به رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه رسول الله ما رأیت افصح منک یا رسول الله، من از شما فصیح‌تر واضح‌تر ندیدم کسی صحبت بکنه. فقال له علیه السلام یا صلی الله علیه و سلم، پیامبر به اون این چنین فرمود و ما یمنعنی و انا من قریش، خب چه چیزی میخواد مانع از این بشه که من نتونم به این فصاحت صحبت کنم در حالی که من از قریشم. و ارضعت فی بنی سعد، و به من شیر داده شده در قبیله بنی سعد. خب این موردیه که خب ما این رو میتونیم ببینیم، در تاریخ هم مورخین به این مسئله اشاره کردن، به ویژه در جامعه شناسی تاریخ این خیلی اهمیت داره. اونهایی که به ریشه های فرهنگی و تاریخی این مسئله نگاه کردن به اهمیت این مسئله اشاره خاصی کردن. بله، بانوی بزرگوار ما حلیمه سعدیه که حلیمه دختر عبدالله ابن حارث سعدیه هست.
ایشون در واقع از نظر رضایی مادر رضایی رسول خدا صلی الله علیه و آله میشن، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله رو ایشون شیر دادن. همسر ایشون حارث ابن عبدالعزی ابن رافعه رفاعی سعدی هست. خب فرزندانی هم ایشون دارن به نام عبدالله که همزمان با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شیر میخوردن و که اونها انیس و خذامه هستن که نقل شده، اگه من درست خونده باشم برخی گفتن اون شیما هست و اینا خب فرزندان حارث هستن و خواهر برادران رسول خدا صلی الله علیه و آله حساب میشن از نظر شیری، که این بحث فقهی خب قابل اهمیت بوده در اون موقع، چه در گذشته چه در بعد از اسلام. نکته دیگری که وجود داره در اینجا اینه که خب حلیمه شخصیت دیگری رو به نام ابو سفیان ابن حارث، ابو سفیان ابن حارث یادتون باشه در قصه های سیمای صحابه که تا به حال ما خوندیم اشاره کردیم بهش که ایشون در واقع هم پسرعموی پیامبر صلی الله علیه و آله بود، هم برادر شیرخوار پیامبر. و در واقع حلیمه ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب رو که عموی رسول خدا، پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله بود رو هم شیر داده. حتی عموی رسول خدا حمزه سید الشهدا هم ایشون هم به نوعی شیر خورده است، به این گونه که ایشون خب در قبیله بنی سعد بود که حلیمه سعدیه که دایه رسول خدا صلی الله علیه و آله هست، یه روز که اونها میان اونجا حلیمه چیکار میکنه؟ حمزه سید الشهدا رو هم شیر میده. پس ببینید که عموی پیامبر و پسر عموی پیامبر هم در واقع از حلیمه سعدیه شیر خوردن. داستان به اونجا برمیگرده که گفتیم که این بحث شیر دادن در بین دایه هایی که وجود داشت در بادیه و برای عرب از اهمیت خیلی خاصی وجود داشت. داستان رو خود حلیمه سعدیه این گونه نقل میکنه، میگه من با تعدادی از زنان قبیله بنی سعد یا سعد که حدوداً تقریباً 10 نفر بودن اومدیم به مکه، به دنبال بچه هایی بودیم که تا بتونیم اونها رو شیر بدیم، چرا که اون سال قحطی بود، خشکسالی بود و وضعیت خوبی هم نداشتیم. مخصوصاً من اون شتری رو که بالاخره داشتم باهاش می اومدم، این خیلی لاغر و ضعیف بود و خب سنش هم بالا بود و اون سال حتی دیگه در وضعیت این شتر من قرار گرفته بود که یه قطره شیر هم دیگه نداشت و بچه های من از گرسنگی خوابشون نمی برد، به خاطر اینکه ما گاهی نمیتونستیم به اونها غذا بدیم یا شیری، لبنیاتی چیزی برسونیم و سینه های خود منم خوش شده بود دیگه، به خاطر اینکه منم از نظر غذا وضعیت خوبی نداشتم و به راحتی نمیتونستم بچه هامو تغذیه بکنم. خب به این امید که ما اومدیم که گفتیم بیا به مکه بچه‌ای رو گیر بیاریم، بالاخره هم کمک مالی میشه و مواد غذایی به ما داده میشه، به بهانه اون بچه ما هم میتونیم بچه‌های خودمون رو شیر بدیم، زندگیمون رو سر سامان بدیم. به عنوان یک شغل هم در واقع این به حساب می اومد، اما با اصالت‌ها و ظرافت‌ها و اون شرایط خاص خودش. ایشون میگه بالاخره ما به مکه اومدیم، میگه که هر کسی که از زنانی که با ما بودن بهش محمد صلی الله علیه و سلم عرضه میشد که بگیره ایشون رو به دایه‌ای، قبول نمی‌کرد. چرا قبول نمی‌کرد؟ چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم یتیم بودن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم یتیم بودن و خب کسی که می اومده بچه‌ای رو انتخاب می‌کرد این امید رو هم داشت که از اون خانواده بالاخره پول و امکانات غذایی و مواد غذایی بهشون رسیدگی بشه و میگفتن که مبادا این چون یتیم هست و بالاخره تحت سرپرستی مادرش و پدر بزرگش هست، ممکنه اونطوری که باید و شاید کسی به ما نرسه. در هر صورت میگه در اون زمان وقتی ما اومدیم از این 10 نفری که ما بودیم 9 نفرمون، یعنی همه هر کسی یک بچه گیر آورد و بالاخره بچه رو به سرپرستی به عهده گرفت که بره اینو در بادیه بالاخره بزرگش کنه، شیر بده و حمایتش کنه به عنوان دایش و خب مزد خودشون رو هم میگرفتن. اما قرار شد ما برگردیم ولی من هنوز بچه گیرم نکرده بود. به همسرم خود گفتم نگاه کن، من دوست ندارم برگردم در حالی که هیچ بچه‌ای هم نداشته باشم بخوام شیر بدم. همه کسانی که با من اومدن بالاخره یه بچه که آگیر آوردن و شیر دادن. نظرت چیه که با هم بریم همون بچه یتیم رو، همون پسر یتیم رو بگیریم و اون رو با خودمون ببریم به بادیه؟ همسرم گفت بردار، اتفاقا خیره، شاید خداوند برای ما در اون خیر و برکت قرار بده. شاید یعنی بالاخره اون حسن و اخلاق شرافت‌های انسانی که همیشه بوده. خب بر این اساس میگه من رفتم که چیکار کنم اون بچه یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یتیم رو بگیرم.
در روایت دیگه اومده که عبدالمطلب اومد خودش پیش من، گفت تو کی هستی؟ گفتم من زنی از بنی سعد هستم. بعد گفت اسمت چیه؟ گفتم اسمم حلیمه. عبدالمطلب لبخندی زد و خوش آمد به من گفت تو آدم صبور و بردباری هستی. دو ویژگی در شماها وجود داره که بالاخره خیر و رحمت و صبر و بردباری در شما قبیله هست. چون خب قبایل همدیگه رو میشناختن، به ویژه خب شخصیتی مثل عبدالمطلب که بزرگ قوم بنی هاشم بود، خب دقیقاً قبایل و اخلاقها طبایع رو هم میدونست. ایشون میگه که من رو بردش به خونه آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه و سلم و من محمد رو گرفتم. نکته قابل تأملی که در اینجا وجود داره، ایشون میگه که وقتی که من رفتم اونجا پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گرفتم، یک تغییری احساس کردم در خود من پدید اومده. البته برخی روایات هم که ظاهراً گاهی برخی ضعیفه، اشارات به مواردی داره که حالا ما نمیخوایم اون موارد رو اشاره بکنیم. اما ایشون میگه من به مجرد اینکه محمد صلی الله علیه و سلم رو، این محمد یتیم رو گرفتم، احساس کردم یک اتفاقی، یک تغییری رخ داده. حالا تا همینجا داستان رو داشته باشید، ادامه داستان رو در جلسه بعد با هم خواهیم خوند. تا اون فرصت خدا یار و نگهدارتون.